خب سلام علیکم تماشابینان گرامی. حالا ما با شما طرزی با پروگرام FL استودیو کار کردن رو چطور باید کار کردن رو فهمونیم. نقطه اول میکشویم پروگرام رو. در همه هست باوری دارم که کسانی که با این پروگرام کار میکنند یک چیزی عادی رو گیریم. اگر اون چیزی که شما ساختنی هستید و فکر فرو رفته ایستادید و یکون چیزی عادی رو میگیریم. مثلا گیریم. اگر من 4 ضرب رو میگیریم طرزی رفتش خیلی توشه باچکه هست. یعنی که برای پوره بازم نقصتر شدنش tak میکشویم ما صحیفه های رو که در اینجا پاچ نوشته است. دریمز پرسیون به زبان انگلیسی نوشته است. البته ما این رو به طرز دیگر میگردونیم. بعدم این رو به شما نشون میدیم. уже аллакай дигаргун шуда истодааст. баъдан хисро так бошад. ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем ки чӣ тавр бояд дар ин ҷо кор кард. аллакай уже як чизе ки شما خواستنی بودید. اگر شما سرعتی یعنی که تمپ رو تیز کردنی باشید در اینجا تمپ هست. در 130 است. ما مثلا 140 میکنیم برای اینکه تمپ تیز گردد. رفتیم. جهلکای تمپ تیز شد. یک уже خواهش شما یعنی که خواهش شما شده ایستاده است. این رو ما چطور به دروشکه یعنی که به دروشکه صحیفه اصلی میگیریم. مثلا در اینجا نشان داده ایستاده ایم صحیفه یکم یعنی که یکم هست. اینجا هم یکم. اگر همین رو ما به پورگی به دروشکه صحیفه اصلی گیریم این طور باید کنیم. من یکم صحیفه در اینجا اوژه علکه نمودار شد. ما این گالوشکه رو میگیریم میخواند. اوژه علکه یک چیزی ناگانی شد. اگر شما خواستنی باشید که به صحیفه دوم یا اینکه باز یکون چیز دیگر دواوید میکردی باشید یعنی که علاوه کردنی باشید مثلا گیریم صحیفه دوم رو میگیریم. دوم رو شده یعنی که در اینجا گالوچکه که پیلوس با نام جمع شورشته است پخش میکنه. مثلا گرفتیم یکون نمودی بحث رو مثلا این طور باید زیر کنیم. اینا مثلا گفتنی که ما این سرود رو پوره کردنی نه بهترش به اینجا ما مثلا گرفتیم به دروشکه دوم یعنی که در اینجا دروشکه صحیفه رو هم به نقطه 2 میگذاریم.
تا اینکه به صحیفه اصلی دوم گذرد. من در اینجا اشاره کردم، رفتیم. با دقت گوش کنید. بود الکای چی شد؟ یک موسیقیه که شما میخواستید پیدا شده ایستاده است. خوب که باشد. باز به اینجا چطور یعنی که دیگر چیزها رو علاوه کردن لازم. اینش رو ما دفعه آینده در یعنی که درس دوم و شما نشون میدهیم. این بود درس یکم. با ما подписчик چک شوید، یعنی که فکر و عقیده های خود رو در کامنتاری ها نویسید.